بعد از 8 سال رازداری این رابطه پنهونی با اعدام تمام شد که یه آقای به ما مراجعه کردن و گفتن که در نتیجه اینکه شک کردن به رفتارهای همسرشون بچه هاشون رو به آزمایش دی ان ای بردن و متوجه شدن که بچه ها از ایشون نیست، یعنی از آقا نیست و آقا دچار بیماری ناباروری هم هست. طی تحقیقاتی که انجام شد و طی تحقیقاتی که پلیس انجام داد متوجه شدن که این خانم با مدیر 60 ساله شرکتشون رابطه داشته و این دوتا بچه حاصل اون رابطه پنهانی هستن و از این رابطه 8 سال میگذره، در صورتی که ازدواج این خانم آقا 10 سال میگذشت. جلسه دادگاه تشکیل شد و خانم توی جلسه دادگاه اصلا پشیمون نبودن و اعتقادشون بر این بود که این بچه ها از راه زنا به دنیا نیامدن و با لقاح مصنوعی به دنیا اومدن. در نتیجه قاضی نپذیرفت و طبق اون آزمایشات و مدارکی که بود حکم رو صادر کرد و هر دو متهمین به اعدام محکوم شدن. حالا شما بهم بگید اگر شما جای قاضی بودید لقاح مصنوعی رو باور می‌کردید؟